سلام علیکم بچه ها، با شما باز انیمیشنیک است. درس سوم اویدی برنامه اکسل. خب در این درس باز یک چند فونکسیون های متمتیکی رو با شما گفتنیم. اگر وقت ماند باز با یک چند قسمت اکسل دیگر باز شما رو شناس میکنیم. در اول من اینها رو تازه میکنم. شما میتوانید یگون جدول دیگر یا یگون همین ها رو هم تازه کنید یا اینکه دلیت کنید. شخصانی که در اول گفتنی هم میخواند که اگر مثلا این لیست اونها با آخر رسید یگان لیست دیگر کشودنی است یا اینکه به این لیست که با آخر نمیرسد زیاده است با ما ضروری است در اینجا خانچه های آن و برای کشودن لیستی نه ما از این تگمچه که در پایان است یعنی پلوس استفاده میبریم. نه خانچه های ما پیدا شدن میگرد و همون لیست ها در کار نیست. خب اینها رو من میتونم آزاد دلیت کنم. خب لیست اساسی که با ما زیرش در کار است. خب برای این به شما یکی از قسمت های متمتیک رو با گفتنی هم از جدول نگاه میکنیم. خب نام فرمولا در متمتیک در اکسل چون پیشتر. خب درجه، ریشه، سینوس و مطلق اینها رو چخیل کنید در متمتیک طرزی نوشتم است. در اکسل هم من در اینجا نوشتم موندم. طرز کاربری با اونها رو با شما نصیب باشد حاضر میفهمونید. خب در اول ما قیمت ها رو برای قیمت ها رو گذاشتن می‌نویسیم. A خب B یعنی قیمت هایی که ما باید منیم در اینجا می‌نویسیم. مثال یکون که از روز جدول ما درجه را در نقشه داشتیم زمان رو تاجیک میکنیم در جان. خب در اینجا میشود سینوس یا اینکه نه در اینجا ریشه بوده کنم ریشه. خب در اینجا سینوس. خب در اینجا باشد خب مطلق اگر فراموش نکرده باشم مطلق. یک بار دیگر به جدول نظر میکنیم. درجه ریشه سینوس مطلق. خب درجه ریشه سینوس مطلق درست. خانچه ریشه رو کوتاه‌تر کنیم. در اینجا بسنده است میده تر کنیم. خب در اینجا مثال میگم قیمتی 16 در اینجا باشد. خب برای حاضرش دومانه برای اینکه فقط با درجه حاضر کاردار است. برای درجه را نویساندن ما چون هر وقت زمان رو انگلیسی میکنیم بعدا برابری میگذاریم. بعدا خانچه I2 رو انتخاب میکنیم. A2 با I2 رو نه اینو حاضرش را توضیح میکنیم. بله درست است I2 برای که در اینجا I2 ما 16 قرار دارد. بعد از اون کرشکه میمونه یعنی این علامت کرشکه که در اینجا ما موندیم بسیارتر با تگمچه شیفت 6 پخش کرده می شود از قسم بالای صفحه کلید. و در اون قیمت خانچه B2 رو میگذاریم. خب این بود فرمولای درجه ما. خب این اکنون ریشه رو اول برابری رو میمونیم. بعد از اون اگر در اینجا با دقت باشید با دقتی در چیست که اگر کامپیوتر شما یعنی همین اکسل شما با زبان انگلیسی نصب کرده باشد در آن شما باید حتما نویسید S Q R بعد در داخل قوس همین قیمت ها رو چقدر که در اینجا میبینید خطاگی نشان میدهد. این از اون سبب است که کامپیوتر من با زبان روسی است یعنی اکسل من با زبان روسی است برای همین در اینجا خطاگی نشان میدهد یعنی این نامعلوم است میگه و در اینجا باشد رو تغییر میتیم با زبان روسی یعنی نویسنده میشویم در اینجا با زبان روسی کورن این علاقه درست شد. در اینجا ما خانچه I1 رو I2 رو انتخاب میکنیم. خب زبان رو انگلیسی میگردونیم I2. خب چخیلی که میبینید علاقه در اینجا برآمد شد. خب در اینجا سینوس در طرز نویساندن و باز با علامتی برابر سر میکنیم. حالا این را با زبان انگلیسی می نویسیم برای که در بسیاری از کامپیوترها با زبان روسی بسیاری با زبان انگلیسی هم در کامپیوتر من ارالش شده است زبان ترجمه باید
یگان چی داشته باشد گفته ایستاده است برای که من در اینجا ننویساندم. خب بنویسیم I do I do. خب در اینجا مطلق برای مطلق رو نویساندم چون هر وقت همون A B C. خب در داخل هاوس باز میگوید که در داخل اون یگان چی باید باشد میدانیم. خب بنویسیم I do. خب چه خیلی که میبینید الان قیمت های همه اونها با میان اومد. خب یعنی ما اگر در اینجا درجه رو عوض کنیم با ریشه سینوس مطلق تاثیر نمیرسند اما با درجه حتما تاثیر میرسند. ما اینو با درجه 4 میبرداریم. خب الان قیمت ما رو ببینید چند شد. مثال اگر ما 16 رو تغییر دهیم به مثال میگیریم 8 و همه اونها تاثیر میرسونند. خب اگر ما باز 8 رو گیریم و مثال میگیریم 2 تبدیلش دهیم و همین خیلی قیمت رو تغییر دادن میگه. این بود یک چند معلوماتی عادی که در ساحه برنامه اکسل. خب در اینجا باشد ما باز اکنون میگذاریم به یک ساختن مثال عادی که ریشه دو کاراکتر رو ما باید چخیل نویسانیم. برای آن من در قسمت این ریشه باز ریشه دو کاراکتر رو نویساندن با شما حرکت میکنم. ریشه دو کاراکتر چخیل نویساندن میشود. خب در اینجا می نویسانیم دوبار و اگر در خاطر داشته باشد کامپیوتر من که زبان اکسل که با زبان روسی بود نویسانیم کورن قوس رو میکشیم باز یک کورن دیگر در داخل وی می نویسانیم باز قوس میکشیم و در داخل این قوس الکی ما می نویسانیم خانچه ای دو رو. خب ای دو. خب اکنون هر دی قوس ها رو میکشیم و تکمچه انتر رو پخش میکنیم. چقدر که میبینید این بود دو کاراکتر ریشه دو کاراکتر. و در بالا این اگر ما این رو تغییر دهیم مثال میگیم با 4 قیمتی ما چقدر که میبینید تغییر یافته ایستاده است. در اینجا ریشه یک کاراکتر چقدر است در ریشه دو کاراکتر چقدر آمده ایستاده است. و با گذاشت همین ما اکنون بعضی عمل ها رو از قسمت استاف که میبینیم و باقی مانده شد در درس دیگر نصیب باشد از دیاگرام استفاده میکنیم. در این درس باشد ما عناوین بند ایلوستراسیا رو انتخاب میکنیم. در بند ایلوستراسیا شما چقدر که میبینید مانند همان وارد گذاشتن رسم ها فیگوره ها و اسمارت ارت سینما ها استفاده برده میشود. خب فیگوره ها با مانند همون فیگوره های پیشتره که در دیده بودید همون ها. خب تصویر ها اجازه میدهد از داخل کامپیوتر اون تصویر رو گیریم. خب اسمارت ارت همان فیگوره هایی که با ما در ساختن یگان علامت ها در کار میشوند و خلاص به همین مانند. و اگر در اینجا نگاه کند همون گرفتن رسم اکران اگر ما نخواهیم اکران رو رسم گیریم در اینجا مانم یا که بریده گیریم همون. خب مگزین از مگزین همین مایکروسافت یگان چه گرفتانی باشه و نستریک هایی که در اینجا هست شما میتونید استفاده برای تبلیت ها گذاشتن یک چند تبلیت ها در داخل باز یک چند تبلیت های دیگر کن و یگان اندیشه شما ماندنی هسته. استفاده تبلیت این در برای با ترتیب آوردن و جا گذاشتن استفاده برده می شود. خب دیاگرام ها که در اینجا شما دیاگرام های گوناگون رو میبینید و البته یک درس پره رو در درس 4 به این دیاگرام ها میبخشم و این رو با پرگی با شما میفهمونیم. این دیاگرام ها گرافیک هیستوگرام ها و ایگرش پرویگرش رو که اینها خیلی ساحه مرکبتر و عمیق و دقیق هستی. در استفاده اونها ما باید خطاگی نکنیم که برای که اینها خیلی به نشان دادن گرافیکی آورده میرسوند. خب در اینجا هست خب گیپرستل که برای گذاشتن یگان صحیفه اینترنتی و دیگر چیزها تکست گذاشتن معلوماتی عادی خب متنی در اینجا خب با مانند همون وارد فرموله ها رو خودمون انتخاب کنیم.